همت کمرشکن مردان خدا. 18 آذر سال 1915 میلادی. کابوسه که اروپا هرگز آن را فراموش نخواهد کرد. ساعت 6 صبح. آخرین جنگ سرنوشت ساز میان مسلمانان و رومی های استعمارگر. معرکه‌ای که ترک‌ها آن را جنگ چناققلعه و غربی ها از آن به نام جنگ گالیپوری یاد می کنند. روز از روزهای الله. 4 ناوگان بزرگ از 4 کشور انگلیس، فرانسه، استرالیا، نیوزیلند در دریا برای رویارویی با نیروی عثمانی خود را آماده ساختند. یگانه هدف آنها کاملا واضح بود و آن چیزی نبود جز اشغال شهر استانبول. نبرد خونین مرگ و زندگی. 4 لشکر اروپایی سرتاپا مسلح به بهترین تجهیزات نظامی وقت برای بازپسگیری میراث امپراتوری بیزانس کمر همت بسته بودند. نتیجه چنان شد که از این میراث 600 ساله به دست سلطان عثمانی مشهور به محمد فاتح خسارت بزرگ را متحمل گردند. مهمترین مسئله در رابطه با سلطنت عثمانی ها اشاره رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در مورد فتح قسطنطنیه است، چنان که آن حضرت مژده داده بودند که حتما شما قسطنطنیه را فتح خواهید کرد. روایات متفاوت حکایت از آن دارد که جنگ سخت و سرنوشت ساز صورت گرفته که در تاریخ نظیر آن کمتر دیده شده است، زیرا این جنگ مبارزه میان پیروان دو هویت کاملا متفاوت بوده است. جنگ بین بندگان الله و بردگان هوا و هوس. نبردی که عقب نشینی در آن هرگز قابل تصور نبود. ناوگان‌های 4گانه به مقصد تنگه دردانیل به حرکت درآمدند تا دروازه‌های دوزخ را بر دشت‌های عثمانی‌ها که مدافع حمله بزرگ دریایی بودند بگشایند. نقش عمده در این جنگ بر عهده 3 ناو بزرگ جنگی بود. Inflexible به معنای شکست ناپذیر. Irresistible قوت Ocean به معنای اقیانوس. ایمان اروپایی ها به پیروزیشان در این نبرد به حدی بود که تورهای گردشگری غربی چند ماه قبل از آغاز جنگ فروش بلیط‌های سیاحتی به شهر استانبول را آغاز نموده بودند. جالبتر این که سربازان انگلیسی به خانواده‌های خود نامه‌هایی می‌فرستادند و از آنها می‌خواستند تا در جشن پیروزی روز 20 آذر در مرکز شهر استانبول شرکت نمایند. در تنگه مذکور یک توپخانه تحت کنترل لشکر عثمانی قرار داشت و وظیفه این توپخانه حمله بر کشتی‌های صلیبیان بود. کشتی‌های صلیبیان این توپخانه را مورد هدف آتشباران خود قرار دادند و با باران توپ خود چنان آن را در هم کوبیدند تا خاک و خون به هم آمیزد. لاشه‌های سربازان مسلمان تکه پاره به هوا برخاست و بوی خون و بارود به هم آمیخت. در میان این ویرانه غرق در آتش و دود و در لابلای جسدهای در خون غلطیده تنها سرفه یک سرباز عثمانی به نام سعید چابوک به گوش می رسید که زنده مانده بود. و ای چون به اطراف خود نگریست دید که دود و غبار و آتش و بوی خون و بارود همه جا را در بر گرفته است. داد کشید و دوستانش را صدا زد. از میان لاشه های در حال سوختن تنها یک نفر جواب داد و گفت همه مرده اند و هیچ کس جز من و تو باقی نمانده است. سعید به تنگه نگریست. دید که کشتی اوشین به سویشان در حال حرکت است و میل توپخانه آن مثل آتشفشان به هر سو آتش می‌بارد. وی از همراهش خواست که توپ را آماده شلیک سازد. دوستش جواب داد این کار ناممکن است، چون پایه‌ای که توپ را حمل می‌کرد کاملا از بین رفته و توپ عثمانی ها 250 کیلوگرم وزن داشت که بدون ماشین بلند کننده امکان جابجایی آن و قرار دادنش در جای مخصوص شلیک امکان پذیر نبود. سعید چون شیر زخمی به این موشک خیره شد و با غرش مردانه گفت هر طور که شده باید این موشک را در لوله شلیک قرار دهم. با غرش شیر خشمگین یا الله گفته از جایش بلند شد. تمام بدنش شکایت از یک انفجار در اعصاب و رگ‌ها و استخوان‌هایش داشت و با برداشتن چند قدم کوتاه و سخت و دشوار توانست بر پایش بایستد و موفق شد تا توپ را از جایش بردارد و بعد با آن موشک
کشتی اوشین که مستانه و تنگه نزدیک میشد را نشانه گرفت. به یک آن با صدای غرش الله اکبر مرد مجاهد توپ به سوی کشتی شلیک شد. آتش سوزان توپ بر قسمت پیشین کشتی جنگی اوشین اصابت نمود که باعث تغییر مسیر آن به سمت منطقه مینگذاری شده در دریا گردید. در پی آن انفجارات بسیار صورت گرفت و در طول تنگه در دانیل صدای مینها موجهای دریا را به رقص درآورد. با غرش رعد آسای مین‌هایی که منفجر می‌شد و با شعله‌های برق آسای کشتی‌هایی که تکه پاره می‌گشت، این تنها صدای نعره تکبیرهای نیروهای ارتش عثمانی بود که وحشت را در دل دشمن می‌کاشت. صحنه از جهاد و بانگ از پیروزی که تاریخ در وصف آن مبهوت مانده است. با شکست حمله‌های ناوگان جنگی، لشکر متحدان چهارگانه اروپایی تصمیم گرفت فاز دوم جنگ یعنی یورش سپاه پیاده نظام را آغاز کند. مجاهدان عثمانی که دستهایشان به ماشه سلاح‌ها و چشمهایشان به آسمان خیره و دلهایشان تنها الله را صدا می‌زد و تنها از پروردگارشان پیروزی و نصرت می‌طلبیدند، به میدان کارزار ریختند. همزمان با جوانان جان بر کف ارتش دلیر عثمانی، پیر مردان و زنان و کودکان بودند که در مساجد و در خانه ها به محراب عبادت استاده بودند و با دستان لرزان مناجات ظفر و پیروزی را از الله می طلبیدند. نعره تکبیر الله اکبر مجاهدان با نیایش و زاری یا الله دستان مؤمنان عاجز و ناتوان هم نوا شده بود. پیروزی ثمره دستان نیرومند مجاهدان جان برکف در میدان کارزار و اشک پیرزنان فرسوده و پیرمردان عاجز در محراب عبادت است. تاریخ نگار مشهور جهان آرامسترانگ ایستادگی لشکر عثمانی در برابر ستیزه جویان مهاجم انگلیس و همپیمانانشان را چنین توصیف نموده است: ایشان چنان با ضد حمله های پیاپی خود به دفاع از شهر و دیارشان پرداختند که گوی شیران زخمی اند که از مرگ هیچ هراسه ندارند. در دستهایشان خنجرهای دفاع از نیام کشیده داشتند و بر دو گروه از عساکر بریتانیایی چنان تاختند که همه را از پای درآوردند و تخمشان را از زمین برچیدند. وی اضافه می کند آنچه رخ داده است به هیچ وجه نمیتوان آن را در چارچوب قوانین شناخته شده میان آدمیان تفسیر کرد. رویدادهای این معرکه را نمیتوان با حوادث هیچ جنگ مقایسه کرد و با هیچ ترفند سنجید. تنها میتوان به آسمان خیره شد و زیر لب زمزمه کرد که این اراده الله بود که بر همه چیز غالب شد. نیروهای مجاهد عثمانی دریافته بودند که شکست در این جنگ خطر از دست دادن استانبول را در پی دارد و از دست دادن استانبول به معنای پایان اسلام در ترکیه خواهد بود. از این رو سربازان و سرداران سپاه اسلام در سرکشیدن جام شهادت از همدیگر سبقت می گرفتند. از سپاه مجاهدان عثمانی 250,000 شهید بر زمین نقش بربست تا پیروزی در آسمان نگاشته شود و از اروپایی ها بیش از 300,000 سرباز کشته شد و جنگ با پیروزی قاطع مجاهدان عثمانی پایان یافت. این چناق قلعه است و امروز لشکر مجاهدان عثمانی بر 4 لشکر متحد پیروز شده است. در پایان جنگ ژنرال عثمانی که مسئولیت توپخانه را به عهده داشت نزد سعید آمد و از وی پرسید چگونه توانسته موشکی را که 250 کیلوگرم وزن داشت برداشته و در جایگاه مخصوص پرتاب قرار بدهی. سعید انگشت به سوی آسمان کرد و با یک کلمه جواب داد: الله. یک موشک و یک شخص توانستند مسیر تاریخ را عوض کنند. موشک سعید هرگز موشک عادی نبود، بلکه اراده الله بود که طبق سنتش عمل کرد. انما امره اذا اراد شیئا
ان یقول له کن فیکون. شگفت انگیزتر از آنچه که گذشت این بود که سرلشکر سپاه عثمانی از سعید سرباز خواست تا موشک را بلند کند و آنها از وی به عنوان یادگار عکس بگیرند. نه تنها سعید نتوانست آن را بلند کند، بلکه حتی نتوانست آن را از جایش حرکت دهد. بناهن برایش موشک از چوب درست شد که شبیه همان موشک بود. سعید این موشک را بر پشتش برداشت تا لحظه یادگار باشد از آن لحظه ماندگاری که یک شخص با یک توپ ملت را زنده ساخت و به این ترتیب سعید این صفحه تابناک تاریخ لشکر عثمانی که علمبردار پرچم اسلام بودند را مدت بیش از 600 سال بر زبان نهاد. و سعید همچنان در ناباوری اطرافیان گفت دشمن باید بداند که اگر بار دیگر قصد حمله بر استانبول کند باز هم موشک دیگری را به تنهایی بلند خواهد کرد.